سلام، به قسمت 5 آموزش فارکس به سبک اسمارت مانی خوش اومدین. توی این قسمت قراره که با هم یاد بگیریم چطوری ساختارمون رو نامگذاری کنیم. اگر هنوز چنل رو سابسکرایب ندارید میتونید با ساب کردن چنل از من حمایت کنید. خب دوستان، بریم سراغ آموزشمون. همونطور که میبینید قیمت توی یک روند صعودی و سقف و کف‌های بالاتر از هم میزنه. در چنین مواقعی ما انتظار داریم که از سقفمون محافظت نشه و سقف تارگت قرار گرفته بشه و از کف‌ها محافظت بشه. پس وقتی که یک سقفی از سر راه برداشته میشه، من انتظار دارم که از این کف محافظت بشه، قیمت پول بک بزنه و بعد این سقف اخیر خودش رو تارگت قرار بده. اما قیمت رو چگونه نامگذاری میکنیم؟ خب قیمت همیشه به این شکل که پیش نمیره و انقدر به این زیبایی که الان میبینید پیش نمیره و قراره یکم بازی در بیاره. خب چطور تشخیص بدیم و نامگذاری کنیم؟ خب دوستان، ما بزرگترش رو اینجا واسهتون کشیدیم، توضیحش بدم واسهتون. ببینید قیمت یک سقفی داشته، با این کف سقف اخیر خودش رو برداشته. انتظار من از قیمت این بوده که از این کف محافظت بشه و این سقف اخیر تارگت قرار داده بشه. خب وقتی که یک سقفی از سر راه برداشته میشه، من به این قسمت از ساختار که باعث شده بریک آف استراکچر واسمون شکل بگیره سوینگ استراکچر میگیم و یا فاز A نامگذاریش میکنیم. پس این سوینگ استراکچر ما، این روندیه که روند اصلی ماست و سوینگ ماست و تمایلات قیمت به این سمت سوینگ خیلی بیشتره. پس ما اون حرکتی رو که ساختار رو برای ما میشکنه اصطلاحاً سوینگ استراکچر نامگذاری میکنیم و یا میگیم که فاز A هستیم. وقتی که قیمت یک سوینگی رو از سر راه بر میداره و یک بریک آف استراکچر واسه ما رخ میده، یک شکست اتفاق میفته، قیمت وارد فاز پول بک خودش میده و قیمت همیشه با پول بک حرکت میکنه. پس ما زمانی که پول بکمون شروع میشه، خب الان این فاز پول بک، خب یا همون پول بک استراکچرمون که اصطلاحاً بهش میگیم پول بک استراکچر و یا فاز B، این قسمت الان بزرگ شده این قسمته. خب متوجه شدین؟ پس دوستان قیمت با پول بک حرکت میکنه. وقتی که سوینگی زده میشه، قیمت شروع به پول بک زدن میکنه و وقتی که پول بک تمام میشه اصطلاحاً میگیم که وارد فاز کمپلیت پول بک شدیم. پول بکمون تمام شده و حالا سقفی که قرار بوده تارگت قرار بگیره تارگت قرار داده میشه و از سر راه برداشته میشه که مجدد بعد از این وارد فاز سوینگ استراکچر اون میشه. پس دوستان، سوینگ استراکچر، پول بک استراکچر، کمپلیت پول بک استراکچر و مجدد همین چرخه تکرار میشه. خب حالا قراره با هم یه مقدار بررسی کنیم که ببینیم دقیقاً این صحبت‌هایی که کردیم به چه شکل عمل میکنه. ببینید دوستان، ما فرض رو بر این میگیریم که قیمت سقف و کف‌های بالاتر از هم میزنه. پس وقتی که قیمت سقف و کف‌های بالاتر میزنه ما انتظارات صعودی داریم و هر حرفی که زده میشه راجع به، حالا مثلا من اینجا صعودیش رو مثال میزنم، خب برای روندهای نزولی هم همه این اتفاقها رخ میده و به قول معروف برعکس اون قضیه هستش. پس دقت کنید. خب دوستان ببینید، وقتی که یک ساختاری
برای ما شکسته میشه. انتظار داریم که از این کف محافظت بشه و این سقف تارگت قرار گرفته بشه. وقتی که یک ساختاری چی برای ما بریک آف استراکچر رخ میده و شکسته میشه، ما به این قسمت چی میگیم؟ بهش میگیم سوینگ استراکچرمون. پس سوینگ استراکچرمون سودی فعلا. خب بعد از هر شکست ما باید انتظار این رو داشته باشیم که وارد فاز بی خودمون یا همون پول بک استراکچر بشیم. قیمت با سقف و کف‌های پایین‌تر میاد و اصلاح میکنه، به اصطلاح پول بک میزنه، حالا تا یه جاهایی، اما به این کف احترام میذاره و پول بک وقتی این که تمام شد وارد فاز کمپلیت پول بک یا فاز سی خودمون میشیم که پول بک تمام شده و قیمت چه تصمیمی میگیره؟ قیمت تصمیم میگیره که این سقف اخیر خودش رو تارگت قرار بده و سقف اخیر خودش رو میشکنه. وقتی که سقف اخیر خودش رو میشکنه مجدد ما شکست ساختار داریم. پس برای ما BOS اتفاق افتاده. وقتی که شکست ساختار داریم دیگه اینجا واسه ما میشه چی؟ میشه سوینگ استراکچر مجدد. پس الان ما انتظار داریم که قیمت از این کف محافظت بکنه، از این کف محافظت بکنه و این سقف اخیر خودش رو تارگت قرار بده و قیمت میاد پول بک خودش رو آغاز میکنه، تا یه جاهای پول بک میزنه و بعد به این کف احترام میذاره، وارد فاز کمپلیت پول بک میشه. وقتی که پول بکش تمام شد وارد فاز کمپلیت پول بک میشه و سقف اخیر خودش رو تارگت قرار میده و مجدد برای ما بریک آف استراکچر و یا شکست ساختار رقم میخوره. خب حالا ما انتظار داریم که از این کف محافظت بشه و این سقف تارگت قرار داده بشه. خب بعد از سوینگ ما، بعد از شکست ساختار، این سوینگ ماست. انتظار داریم این کف بهش قیمت احترام بذاره و این سقف رو تارگت قرار بده. خب فاز پول بک شروع میشه و وقتی که قیمت سقف و کف‌های پایین تر از هم میزنه فاز پول بکمون شروع شده، اما این بار میبینیم که قیمت به این کف احترام نمیذاره و این کف رو نقض میکنه. خب پس اینجا واسه ما چه اتفاقی افتاده؟ اینجا چنج آف کاراکتر رخ داده و ساختار ما از سودی به نزولی تبدیل شده. توی چنین مواقعی ما این فاز پول بک ما بود دیگه، اما الان تبدیل شده به فاز سوینگ ما و یک سوینگ نزولی شده برای ما. پس این میشه سوینگ استراکچر. خب الان انتظارمون از قیمت اینه که از این سقف محافظت بشه و این کف ضعیف تارگت قرار داده بشه و همونطور که میبینید قیمت پول بک میزنه تا یه ناحیه‌ای بالا میاد، اما به این سقف احترام میذاره و پول بک خودش رو تمام میکنه، وارد فاز کمپلیت پول بک میشیم و مجدد یک کف پایین تر میزنه واسه ما. وقتی که کف پایین تر میزنه ما بریک آف استراکچر داریم و الان انتظارمون اینه که از این سقف قیمت محافظت بکنه و این کف ضعیف رو تارگت قرار بده. مجدد قیمت وارد فاز پول بکی خودش میشه، پول بک استراکچر ما شروع میشه، قیمت حالا تا یه جاهایی از بالا میاد اما به این سقف احترام میذاره و مجدد وارد فاز کمپلیت پول بک میشه و این کف اخیر خودش رو از سر راه بر میداره.
و بریک آف استراکچر واسمون رخ میده. الان ما چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم قیمت بین این سقف و این کف ترید بشه، همونطور که میبینید انتظارمون اینه. پس انتظار داریم از این سقف محافظت بشه و این کف تارگت قرار داده بشه. خب دوستان، هر چیزی که یاد گرفتیم و الان قراره با هم که روی چارت ببینیم. بریم روی چارتمون. ببین دوستان، ما فرض میکنیم که قیمت، حالا البته بذارین اول ابتدا ما این قسمت به بعد رو، از این خطی که رسم کردیم به بعد رو قرار با هم بررسی. خب دوستان، همونطور که میبینید قیمت یک داون داشته، یک حرکت به سمت پایین داشته و رفته بالا و این سقف رو واسه ما تارگت قرار داده. خب ما اینجا BOS داشتیم یا یک شکست ساختار داشتیم. ببین دوستان، ما به این قسمت میگیم چی؟ میگیم سوینگ استراکچر. چه انتظاری داریم؟ انتظارمون اینه که قیمت از این کف محافظت بکنه و این سقف ضعیف رو تارگت قرار بده. بعد از اینکه شکست ساختار رخ داده، میبینید که قیمت نتونسته سقفش رو بزنه دیگه، فاز پول بک شروع شده، قیمت تا یه ناحیه‌ای اومده پایین، اما به این کف چی؟ احترام گذاشته شده و از اینجا فاز کمپلیت پول بک شروع شده و وارد فاز C شده و سقف اخیر چی؟ از سر راه برداشته شده. خب وقتی که این اتفاق میفته، ما الان انتظار داریم که چی؟ از این کف محافظت بشه و این سقف که سقف ضعیفی هستش تارگت قرار داده بشه. خب دوستان، همونطور که میبینید قیمت بعد از اینکه ساختار استراکچری شکسته میشه، سوینگ ما شکسته میشه، بعد از سوینگ استراکچر وارد فاز پول بک خودش میشه. ما انتظار داریم که این از این کف محافظت بشه، اما قیمت وارد فاز پول بک خودش میشه و به این کف احترامی نمیذاره و وقتی که به این کف احترام نمیذاره، چنج آف کاراکتر واسه ما رخ میده. پس وقتی که چنج آف کاراکتر رخ میده، الان این فاز سوینگ استراکچر ما هستش. پس انتظارمون چیه الان؟ انتظارمون عوض شده. دیدگاه 70% اینه که از این کف محافظت نشه و از این سقف محافظت بشه، چرا که سقف‌ها در روندهای نزولی واسه ما اهمیت زیادی داره. خب دوستان، بعد از اینکه سوینگ واسه ما نزولی شده، میبینید که قیمت اومده بالاتر و پول بک خودش رو شروع کرده، تا یه محدوده های بالا اومده و پول بک خودش رو شروع کرده. باز وقتی که قیمت سقف و کف های بالاتر میزنه، باز زدن سقف و کف های پایین تر، خب قیمت به ما میگه که پول بک تمام شده. این فاز پول بک ما دیگه، پول بک استراکچرمون تمام شده و الان وارد فاز کمپلیت پول بک شدیم. وقتی که وارد فاز کمپلیت پول بک میشیم، انتظارمون از قیمت اینه که قیمت بیاد این کف اخیر خودش که کف ضعیفی هست رو تارگت قرار بده و از سر راه برداره. پس دیدگاهمون به این شکله. یک سوینگ داریم، فاز پول بک داریم و این فاز کمپلیت پول بک و انتظار داریم که قیمت بیاد این کف رو برای ما از سر راه برداره. خب دوستان، امیدوارم که مفید بوده باشه این قسمت واسهتون. اگر سوالی داشتید میتونید کانال تلگرام بپرسید.
هر جا که هستید موفق باشید.